در این قسمت دیگر لوتان راجع به بلوچستان خبر بکنن و آنچه که ظرف این چند مدت کوتاه درباره بلوچستان بوده. به بلوچی بچاره یک تشکیلاتی هست به نام جبهه جیش العدل. جیش العدل جانشین جندالله هند. یک جیش النصره هم بوجود به رهبری عبدالرؤوف ریگی که متاسفانه آی ترور بود و ترور عبدالرؤوف ریگی یک آرمانی که به دل بعضی آمد و ماند. به هر حال در حدود 10 تا جنگ در این 10 رو جیش العدل گون حکومت ایران کنگه. و تا گوشند که ما به خاطر حقوق مردم بلوچستان جنگ کنگی. یک چیزی رو هم این افراد باید توجه بکنه که دوران آزادی و دوران آبادی. آیان که 10 جنگ کرده چند چیزش ثابت کرده. یکی ایشی که اراده برای جنگ هست. دوم ایشی که قابلیتش در جنگ پیش داشته و سوم ایشی که توانتش جمهوری اسلامی در 10 تا نبرد شکست بدهند. از قطر خنجک بگیری تا نقطه صفر مرزی در زاهدان تا عملیات آسپیچ، کوبگ، سرباز و جاهای دیگر. این عملیات انجام بوده. این عملیات نشان دهند که جمهوری اسلامی آسیب پذیره تا توانه که جمهوری اسلامی جنگ بکنه. ولی ادانند که خیلی مهمند که همه بلوچ بدانند، مردم بلوچستان بدانند که این ورنایان پا چی جنگ کنند. خب ما دانیم که آیان پا جمهوری اسلامی جنگ کنند به خاطر که جمهوری اسلامی به سر بلوچان ظلم و ستم بازین کرده. ولی ایشان چیه لوتن برای بلوچستان؟ اشترا میدانی که آیا نظام یک تشکیلات مذهبی هست و نام رئیس آیان هم امیر یا لقبی امیر به همه سنت های اسلامی که گفتش از قدیم الایام بوده امیر المؤمنین. آیا نگوشند امیر جیش العدل، قبلا امیر جندالله. شرا من بگوشم که عبدالمالک ریگی یک آدم نابغه‌ایت معتقد به دموکراسی هستند، معتقد به کار جمعی هستند. آره نباید بیهوش کنیم. این افرادی که الان در این جیش العدل هستند ایشان بسیاریش از طرفداران همایی، ولی ایشان هم باید توجه بکنه که دنیای آینده دنیای دموکراسی هست. دنیای دموکراسی هست. دنیای
حکومت جمهوری اسلامی نهید. جمهوری اسلامی حکومت حاصلی همشیند، تاوانی هم همشیند. اگر حکومت مذهبی در ایران هست، فرم حکومت مذهبی در ایران، در بلوچستان هم همشین که الانی گندی. من با بعضی از بلوچان، مخصوصا با مولانا عبدالرحیم، در این زمینه باز گپ جدا که اگر تغییر و تحولی بود در آینده در ایران، آیا مردم بلوچ دنبال یک حکومت مذهبی ببند مثل همین جمهوری اسلامی فعلی و یک کس دیگر، یا دنبال یک نظام سکولاری ببند؟ سکولار به این مفهوم که مذهب از سیاست جدا ببو تا ارزش، احترام و اهمیت مذهب باقی بماند. منتها مذهبیون در کار سیاسی دخالت مکنند و اجازه بدهند که رهبران سیاسی بر مملکت حکومت بکنند و مذهب هم احترامی را بدارند و اساس و بنیاد حکومت در ایران همه 3 چیز ببو. یعنی دموکراسی ببو به این مفهوم که رهبران بر اساس انتخابات آزاد مردم انتخاب ببینند. دوم ایشی ببو که در ایران، در منطقه، یک نظام فدرال کامل و واقعی به وجود بیاید که در این نظام فدرال بلوچستان به طور کامل خود مختار ببو و اصل بعدی به این خاطر که هر حکومتی که در ایران روی کار بیاید یک نظامی که بر بلوچستان هم تحمیل بود و برایشی که بر بلوچستان ظلم و ستم مبو، بر بلوچستان ظلم و ستم مبو، باید طبیعی اند که منشور جهانی حقوق بشر، منشورهای دیگر مثل منشور حقوق بومی، منشور حقوق زبانی، منشور ضد تبعیض، آنچه منشورهای سازمان ملل باید به طور کامل در بلوچستان و در ایران استقرار پیدا کنید. بنابراین حکومت باید یک حکومت غیر مذهبی ببو با احترام کامل به مذهب که علما بتوانند همچنان به تبلیغات اسلامی ادامه بدهند، همچنان بتوانند به تحصیلات مدارس اسلامیه ادامه بدهند، اما حکومت کسانی ببو که قبولشند که با دموکراسی و انتخابات آزاد باید رهبران انتخاب ببینند بر اساس منشور جهانی حقوق بشر. به این صورت اگر ببو، ما شما بلوچان از امتیازات زیادی برخوردار بیم. اول ایشی که دیگر حکومت شیعه بر ما شما مسلط نبود. ایشی یک. دوم، بلوچستان حالت داعش پیدا نکند. سوم ایشی اند که جیش العدل یا سازمانهای دیگر تبدیل به داعش نبیند، تبدیل به طالبان نبیند، تبدیل به آن نبید، بلکه اشان کادر سیاسی باید برای وقت تربیت کنید، کادر سیاسی که به مذهب احترام بنادید، به دموکراسی هم احترام بنادید و قبول بکند که در نظام آینده ایران یا بلوچستان حق انتخاب متعلق به تمام مردم ببو
و نه ایشی که یک گروهی بیاید و پزور یا از طریق عملیات خشن مستقر ببو بر یک سرزمینی و بعداً جنگ داخلی در بلوچستان پیش آید. قطعاً اینطوره. بنابراین اگر بلوچستان شانسی بود که مستقل ببود در یک اوضاع و حوالی که ناشناخته و غیر قابل پیش بینی، در آن صورت باید بلوچان به هر حال وقتی که مستقل ببین یه حکومتیشان بود و طبیعتاً در حکومت باید قشرهای مختلف، قبایل مختلف باید حاضر ببینند و از طریق انتخابات و یا از طریق یک رفراندوم نوع نظام و تایید بکنید. ولی هر نظامی که در آینده بلوچستان برقرار ببو قطعاً باید بر اساس احترام به مذهب ببو، احترام به دین ببو، احترام به دموکراسی ببو، احترام به آزادی ببو، احترام به تقسیم قدرت ببو و حتی در داخل بلوچستان هم یک نظام فدرال پدید بیاید، نه یک نظام متمرکز و هر یکی از مناطق مختلف بلوچستان باید حکومت داخلی و تش ببو. بنابراین چون این سوال همیشه از من بوده و ورنایان بلوچ همیشه از من جست کنند که آقا اگر جیش العدل بیایت و بر بلوچستان حاکم ببو، آیان یک حکومت طالبانی داعشی بر بلوچستان تحمیل کنند و ایشی برای بلوچستان، برای علمای بلوچ، برای تحصیل کردگان بلوچ، برای عوام بلوچ قابل قبول نهند، برای جهان هم قابل قبول نهند، برای دولت‌های دیگر هم قابل قبول نهند. نتیجتاً یک جنگ داخلی در بلوچستان ایجاد بو و بلوچستان به کلی ویران بو، همانطور که افغانستان در اثر همین گونه اختلافات به طور کلی ویران بود. و از من جست کنید که آیا این گروه های مذهبی حاضرند که بر اساس منشور جهانی حقوق بشر، بر اساس منشورهای سازمان ملل کار بکنند و با مردم همکاری بکنند یا نه؟ آیا آیان الان از دین و مذهب چون تحت فشارند آیان استفاده کنند برای ایشی که مردم بلوچ به حقوق و قوت برسه، و یا ایشی که آیان از مذهب استفاده کنند تا مثل طالبان یک دولت بسیار بسیار خشن و تندی ایجاد بکنند و تمام آثار تمدن و جهان مروچین از بین ببرند. این مردم بلوچستان نگران ایشی هستند، ورنایان بلوچ هم نگران ایشی هستند، علمای بلوچ هم نگران ایشی هستند که مبادا یک نظام بیایید که احترام مذهب و دین ما دارید. جوانان هم که جنگ کنند هم نگران ایشین که مبادا یک رژیمی بیایید که احترام دین و مذهب ما دارید. از طرف دیگری هم آدمای تحصیل کرده، مردم عوام و علما معتقدند که نباید یک دولت به سبک داعش یا به سبک خلافت اسلامی یا به سبک طالبان در بلوچستان تکرار ببو. اگر چون این چیزی ببو، اون وقت بلوچستان دچار قتل طوایف و افراد و روشنفکر و طلبه و عالمان و افراد زیادی بو، همانطوری که افغانستان هم به این شرایط دچار بود و کل افغانستان خراب بود و آخر سر شرایط پیش آمد که دولت‌های خارجی بیش از 50 کشور در افغانستان بروند تا اودان صلح و صلاح برقرار ببو. ایشی چیزی نهند که مردم بلوچستان لوٹند، ایشی چیزی نهند که عوام بلوچستان لوٹند، ایشی چیزی نهند که
علمای بروچ لوتین و ایشی هم فکر کنن چیزی نهند که حتی جیش العدل بروچید. بنابراین من دعوت کنم از تمام بروچان، از تمام فکر و عقیدیان که به ایشی فکر بکنید که آیا آینده بلوچستان یک بلوچستان آبادیند و آزادیند یا یک بلوچستان متعصبیند و بلوچستان قتل و کشتار یک و دیگر در اثر تندی و تیزی افراد، از یک طرف هم ممکنه کمونیستان، از یک طرف هم مذهبیان یک و دیگر بکشند و در این میان ملت بلوچ هم قربانی این گروه هم بود. ایشی ایجاب بکن که یک خط فکری معتدلی هم در میان کسانی که الان جنگ کنند پیش بیاید، هم اعتقاد به دموکراسی پیش بیاید، هم اطمینان مردم بلوچستان به آیندهش. مردم بلوچستان لوچن که آینده درخشانش ببو، در او آزادی ببو. شما امارات متحده در نظر بگیرید. امارات متحده عربی مردم آزاده. شاید یک نمونه ببو امارات متحده عربی برای بلوچستان و شاید ایران که او مردم آزادند. هر کس لوچد برکه بجند. هر کس لوچد دیمی در ببو. هر کس لوچد برو کنار دریا. هر کس لوچد برو ته منزل ود منندید برو ته منزل منندید. هر کس لوچد تجارت بکن برو دنبال تجارت. هر کس لوچد دنبال شغل برو دنبال شغل. ظلم و زور مردم مجبور مکند که دنبال چیزی برو که دلیر نپید. به نظر من امارات متحده عربی یک نمونه بسیار بسیار خوبیند از نظر آزادی، از نظر احترام به دین، احترام به مذهب، احترام به شخص، احترام به فرد، احترام به قانون. ولی یک چیز دیگه هم لازمه علاوه برشان و دموکراسی که رهبران از طریق انتخابات آزاد انتخاب ببینید به چه هدفی، به این هدف که چه کسانی توانند بلوچستان زودتر آباد بکنند، بلوچستان زودتر آزادی بدهند و دموکراسی به صورتی در بلوچستان نهادینه بکنند که بلوچ با خیال آسوده صبح ازواب چیز ببو، با خیال آسوده برو سرکار، با خیال آسوده کار بکند، با خیال آسوده بیایید به منزل و خاطر جمع ببو که قانون و آزادی زندگی آره حفظ کنید. یک بلوچ باید مطمئن ببو که آزاد به دنیای اید، آزاد فکر کند، آزاد مدرسه رفت، آزاد دانشگاه رفت، آزاد کار پیدا کند. هیچ گونه تبعیضی علیه آیه نبود. حق انتخاب لباس وتی ببو، حق انتخاب سر صورت وتی ببو، حقی ببو که بتوانید ریش بدارید، حقی ببو که کراوات بجند، حقی ببو که لباس سنتی گوار کند. تمام آزادی هایی که مروچی در امارات گندگه بند باید در بلوچستان آینده موجود ببیند. اگر کسی لوٹید که روزی 10 بار نماز بکن برو بکن، آیه میلن تو اختیاری، هیچ کسی نباید جلو اره بگیرید. ولی اگر کسی لوٹید که برو کار زندگی دیگر بکن، هیچ کسی هم نباید جلو اره بگیرید. خداوند در مورد مذهب قضاوت کند که کی باید به بهشت برو، کی باید به دوزخ برو و هیچ کسی را حق مبو که کار خدای در روی زمین انجام بدند. خداوند وقت گفته که من در آخرت شما را مورد قضاوت قرار دهم، جای شما را من تعیین کنم در آخرت، نه بندگان خدا، نه کسی دیگر، نه ابوبکر بغدادی، نه خمینی، نه خامنه ای و نه طالبان و نه آکسانی که مروچی بزور لوٹند که شما را شیعه بکنند و باند ممکنه که بزور یا شما مجبور بید کسی را سنی بکنید. نه، انتخاب مال مردمه.
آزادی مال مردمند. من این مطالب مروچی برای شما مطرح کو برای اینکه بسیاری نگرانتند، هم از مذهبیان نگرانتند، هم از علما نگرانتند، هم از جوانان نگرانتند، هم از آزادی طلبان. همیشه نگران اشیتند و مرتب منش جسته کو که شما چیه گوشید و چیه بکنید و راه حل پیش بداری. و من فکر کنم که این یک راه حل بسیار بسیار مناسبی برای تمام بلوچان در افغانستان، در ایران، در پاکستان و در تمام جهان. آزادی اولین ارزشت. وقتی که تو آزاده که دین وته بداره، مذهب وته بداره. تو آزاده که کار وته، شغل وته، آینده وته وقت تعیین بکنه. ولی اگر تو آزاد مبه، گرد دو در کنترل دیگران به، و وقتی که در کنترل دیگران بوده معلوم نهند که آیان چی بلای بر سر تو بیارن. برنامه من هم در تمام بود. شما را به خداوند بزرگ سپارم تا باندا ساعت 2 به وقت انگلستان و ساعت 5:30 به وقت ایران. روز و روزگار شما وش باد. خداوند یار و همراه.